درود مجدد بر همه بینندگان و شنوندگانی که در حال حاضر از یوتیوب این برنامه رو میبینند و در آینده. همچنین خوش آمد میگویم به جناب نیما چالشگر، اندیشه ورز و فعال سیاسی، در بحثی که امروز با هم داریم. خب من یه مقدمی رو میگم و وارد گفتگو میشیم با جناب چالشگر. این برنامه های ما به طور مشخص به مسائلی میپردازه که امروز در جامعه ما مطرحه و همیشه تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، چون به کلیات پرداختن و رفتن به سوی مسائل نظری و در واقع گاهی اوقات میکشه به خیال بافی ها در مدیا بسیار فراوانه و در برنامه های گوناگون از اون صحبت میشه. ولی مایلم که در این برنامه به تحلیل مشخص از اوضاع مشخص و شرایط کنونی ایران بپردازم که یکی از موضوعاتش که این روزها خیلی مطرحه مسئله ناسیونالیسم. ببینید ماکس وبر در بعد از جنگ جهانی اول مطالبی رو بیان کرد که به پیشبینی در ظهور فاشیسم تعبیر شد. حالا چرا بگم پیشبینی؟ چون خود ماکس وبر در 1920 مرد و خب فاشیسم رو ندید که بتونه پیش بینی، ولی مسائل نظری رو مطرح کرد در مورد برآمدن یک پدیده اقتدارگرای کاریزماتیک که عمدتاً حول ناسیونالیزم بعد در خودش رو نشون داد و خطری دونست برای دموکراسی، ضمن اینی که در خودش مدافع دموکراسی بود و به رهبری در دموکراسی خیلی اعتقاد داشت، چون اگر یک رهبر قدرت دموکراسی کسب میکنه، ولی همون رهبر قدرتمند میتونه حتی در اون دموکراسی تبدیل به یک دیکتاتور بشه و یا اینکه یک دیکتاتور دیگری در اثر عوامل گوناگون از جمله خسته شدن مردم از مسائل مختلف و چسبیدن به یک شخصیت خودش رو نشون بده. این پدیده بعدا خب واقعا رخ داد، یعنی فاشیسم، هیتلر از درون جمهوری وایمار اومد بیرون. جمهوری وایمار یک دموکراسی بود و همون دموکراسی زاینده یک دیکتاتوری شد. حالا به عوامل جانبیش ما کاری نداریم، این بحثی است که در واقع ما در برنامه‌های بعدی بهش میپردازیم که چه عواملی باعث ظهور فاشیسم شد. خب بیشتر روشنفکران ما کتاب ظهور و سقوط رایش سوم رو خوندن و در واقع تا حدودی به اون آگاهن و کتاب‌های دیگری که در مورد چگونگی روی کار آمدن فاشیسم. امروز ما در جامعه خودمون این رو می‌بینیم، علی‌رغم اینکه ما هنوز به دموکراسی نرسیدیم در داخل کشور، ولی در خارج کشور به علت فضایی که ما داریم، به علت فضای باز دموکراتیک که در خارج کشور هست و دیاسپورای خارج کشور جمعیت قابل توجهی رو در سراسر جهان تشکیل میده، ما این پدیده رو داریم میبینیم. به طور عمده برآمدن یک دیکتاتوری خشن از درون تحولات اجتماعی حول محور ناسیونالیسم صورت گرفته. حتی استالین که مدافع در واقع در کومینترن خودش رو مدافع یک پدیده جهانی میدونست، مدافع در واقع اردوگاه سوسیالیستی و مدافع طبقه کارگر جهانی میدانست، ولی وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم شووینیسم روس بر تمام اندیشه استالین، شووینیسم روس حاکم بود و حول ناسیونالیسم روسی حتی کومینترن رو کشید به دنبال خودش و احزاب کمونیست رو به دنبال روی شووینیسم روس بدل کرد. بنابراین ناسیونالیسم در واقع اون محوری است که استبداد و دیکتاتوری میتونه حولش خیلی قشنگ شکل بگیره و برای حداقل مدتی مورد توجه قرار بگیره. در مقابلش ما ایده های انسانگرایی داریم که اصولا انسانیت رو محور قرار میده. برمیگردم به میهمان بسیار گرامی و خوش آمد میگم به نیما چالشگر عزیز که نظر ایشون رو در این مورد بدونیم.
بفرمایید، در خدمت شماست. خیلی ممنون. درود جناب آقای یکناتانی و بینندگان محترمتون. من با یک جمله از محمود درویش میخوام صحبتم رو شروع کنم که برمیگرده میگه الوطن للاغنیا و الوطنیه للفقرا. میهن از آن به اصطلاح فرادستان است و میهن پرستی برای به اصطلاح طبقات محروم جامعه باقی مونده. در طول تاریخ ما اگر خوب نگاه کنیم میبینیم که دو موضوع به اصطلاح پایه جنگ های خونینی بوده، یکی مذهب و دیگری همین موضوع ناسیونالیسم و یا ملیگرایی. و همونجور که خود شما مثالش رو به خوبی زدین، فاشیسمی که ما دیدیم در سال به اصطلاح در جنگ جهانی دوم، موضوعی که پیش اومد این بود که بشریت دور هم جمع شد، برگشت گفتش که دیگر هرگز ما دیگه اجازه نمیدیم که این وضعیت به وجود بیاد. نشستن دور هم سال 1948 منشوری رو منتشر کردن که مورد موافقت اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان قرار گرفت تحت عنوان منشور جهانی حقوق بشر. این منشور در همان مقدمش در اولین جمله میگه که بازشناسی حقوق انسانی و حرمت برابر انسان ها، حقوق برابر انسان ها پایه صلح و عدالت و برابری است و آزادی است. خب یه فرمول خیلی ساده ظاهرا ما می توانستیم به سادگی به همدیگه احترام بذاریم، به سادگی میتونستیم قبول کنیم که هر انسان در حقوق و حرمت برابره و این همه از جنگ جهانی دوم تا به حال این همه جنگ خونین نمی داشتیم. ولی یه موضوع دیگه هم در کنارش هست. برخی از صنایع جهان از خون مردم تغذیه میکنن، مثل صنایع نظامی دنیا داره روز به روز امنیتی تر میشه، داره نظامی تر میشه، به نحوی که در این شرایط بیش از 3 تریلیون دلار بودجه نظامی جهان شده که برای از بین بردن تک تک انسانهای روی زمین ما داریم مالیات میدیم، هزینه میدیم که خودمون رو بکشه. برای هر فرد انسانی $300، بیش از 300. چرا این وضعیت به اینجا رسیده؟ ما در قرن به اصطلاح 20 شاهد مبارزات استقلال طلبانه وسیع بودیم که پایشون همین ملیگرایی بود. همه فکر میکردن پاسخ ملیگرایی است. در مقابلش جریان چپ رو داشتیم که مدعی عدالت بود و حقوق برابر، ولی در موضوع آزادی به اصطلاح دست و پا میزد و با مطرح کردن دیکتاتوری پرولتاریا این فرصت رو به جامعه نداد که به اصطلاح سوسیالیسم رو تجربه کنه. و همونجور که خودتون مثال زدین، استالین بازم از طریق شوینیسم و غیره این مسیر رو کاملا تغییر داد. بنابراین ادعای ما از کمپین نه به اعدام اینه که بازگشت به حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقیش می تواند پایه‌ای باشد برای برقراری صلح و آزادی و برابری در ایران و جهان. ما وقتی که به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مراجعه میکنیم به صراحت میگه که اینها
استانداردهای مشترک جهانی است. همونجور که اگر در صنعت خودروی ایران میبینیم که صنایع به اصطلاح استانداردها رو رعایت نمی کنند، فاجعه‌ای به نام تولید عرابه های مرگ مطرح میشه که یکی از رؤسای راهنمای رانندگی دقیقا همین اصطلاح رو به کار برد، به طوری که به اصطلاح مدیر سازمان استاندارد اومد توی تلویزیون و اعتراف کرد بله ما یه سری از استانداردها رو به تعلیق در آورده بودیم. مشکل ما در کل جهان اینه که وقتی استانداردهای حقوق بشری رو به تعلیق در میاریم دچار مصیبتی هستیم که امروز هستیم. خاورمیانه داره تکه پاره میشه و وضعیتی که نفرت پراکنی به شدت رایجه و پایه همه این موضوعات اینه که ملت من در برابر ملت دیگر یه اجنبی سازی داریم، یک روالی داریم که همیشه یه دشمنی در خارجه برای توجیه بودجه های کلان و در صنعت نظامیگری. من با اجازهتون تا اینجا صحبت رو با این جمله اتمام میدم که در دموکراسی هیچ چیز مقدس نیست و اگر ما به دموکراسی باور داریم واجبه که این تقدس زدایی رو از موضوعاتی مثل موضوعات ملی، پرچم، مرزها و غیره هم کنار بذاریم و اجازه بدیم که نظرات دیگر در این زمینه مطرح بشه. بسیار لذت بردم از فرمایشات شما. منتها من ببینید چون میخوایم این بحث رو با چالش نسبت به واقعیات موجود در دنیا پیش ببریم، میرسیم به این که خب شما فرمایشتون کاملا درسته، ولی مشروط بر این که همه قدرتمندان، همه حتی اون اسلحه فروش ها و اینها به نوعی اخلاق معتقد بشن، یعنی به این معتقد بشون که 3 تریلیون دلار خرج اسلحه کردن رو اگر همه دنیا این 3 تریلیون دلار رو بیاد خرج رفع فقر و فاقه مردم بکنه، اصلا دیگه نیاز به جنگ نیست، آدم‌ها دیگه نیاز نداره با هم بجنگن که. ولی آیا به این میرسیم؟ به این رسیدی؟ بنابراین تضاد بین واقعیت موجود و ایدئال‌های بسیار شکوفان ما یک مسئله است. و همین دلیل من قبل از اینکه به موضوع مشخص ایران بپردازیم، چون متاسفانه در ایران در حال حاضر که ما در مسیر یک تحول هستیم، عرض میکنم در مسیر یک تحول، حالا این زمان چقدر بکشه، در این بعد از انقلاب سال 57 در واقع ما انقلاب سال 57 دنباله همون تحول مورد دلخواه ماست که از 120 سال پیش شروع شده، قبل از مشروطه، برای رسیدن به یک دموکراسی، برای رسیدن به یک آزادی، رسیدن به یک حقوق مردم و اینها، همه اینا رو می‌خواستیم ولی هیچ وقت بهش نرسیدیم علیرغم تلاش‌هایی که زیاد کردیم و کماکان هم الان داریم تلاش می‌کنیم. قبل از اینکه به این برگردیم من از شما یه سوال می‌کنم در تضاد واقعیت و اون اخلاقی که شما می‌فرمایید. بعد از جنگ جهانی دوم همونجوری که فرمودید یک عده روشنفکران یه جمله از نیچه هست که میگه شما وقتی با یک هیولا داری میجنگی مواظب باش که خودت به هیولا تبدیل نشی. یعنی میگه اگر اخلاق همونجور که شما فرمودید، اگر اخلاق و معیارهای حقوق بشری که بعد از جنگ دوم گذاشته شده حالا رعایت نشده مسئله دیگه ایه، اونها رو رعایت نکنی، خود شما که داری با یه هیولا میجنگی ممکنه تبدیل به یه هیولا بشی. اینو مراقب باش. ولی بعد جنگ جهانی دوم از این مطلب نیچه روشنفکران دنیا اومدن یه چیز دیگه ای رو تعبیر کردن ازش، به این صورت که شما وقتی داری با یه دیکتاتوری میجنگی، منظورش هیتلر بود، که شما وقتی داری با هیتلر میجنگی حواست باشه که استالین هم یه دیکتاتوره. یعنی این دوتا که در مقابل هم قرار گرفتن با یه دیکتاتور میجنگی
ولی یه دیکتاتور دیگه داری دفاع میکنی. خب این در بیان خیلی زیباست، ولی در واقعیت جناب چالشگر شما چجوری میبینید؟ من همیشه این مثال رو میزنم. در استالینگراد یکی از نمونه های تاریخی مقاومت مردم در مقابل تجاوز دیگه، خانه به خانه جنگی در مردم استالینگراد. و خب آیا وقتی که هیتلر به استالینگراد حمله کرد، مردم استالینگراد به خاطر اینی که استالین هم دیکتاتوره باید در مقابل هیتلر نمی ایستادن؟ وای میستادن نگاه میکردن که هیتلر بیاد بگیره. این مثال در همه جا صادق هست، منتها من دارم این مثال تاریخی رو میزنم. در این واقعیت چه باید کرد؟ اینجا اون وقت اون مسئله میهن، وطن و ناسیونالیسم خودش رو نشون میده که استالینگراد از شهر خودش، خانه خودش، کشور خودش دفاع میکنه. ولی در عین حال خب از اون طرف هم روشنفکرها بعدن گفتن که خب تو داری با این میجنگی ولی یه دیکتاتور دیگه استالینه. تضاد واقعیت و این ایده رو شما چطوری میبینی؟ بذارید اجازه بدید من با این موضوع شروع کنم که شما واقعیت رو در برابر ایدئال ها قرار میدین و من واقعیت رو در برابر حقایق. اگر موضوعی به نام حق و حقوق وجود داره، بنابراین باید برای اون حق و حقوق مبارزه کرد و اونها رو جاری و ساری ساخت و بهانه‌ای به این که واقعیت چنین است نباید داد. واقعیت اگر قرار باشه ما به واقعیت کنونی بچسبیم، خب باید بریم به قول معروف سیاست رو دورش رو خط بکشیم، هر جور که داره پیش میره باید پیش بره. ولی نه، ما هر تفکری، هر گروهی به هر حال یک ایدئال هایی برای جامعهش داره که برای اون تلاش میکنه. ما اگر میخواستیم به واقعیت ها بسنده کنیم، به طور مثال این موضوع محیط زیست به این موضوع بزرگ جهانی تبدیل نمیشد. احزاب سبزی وجود نداشتند که بیان و صحبت از تغییرات اقلیمی بکنن و وادار کنن کشورهای جهان رو که برای کاهش به اصطلاح گازهای گلخانه‌ای تلاش کنن. پس ایده به تنهایی نه خوب است نه بد است. ایده پایه یک مسیری است برای اینکه به سمت اون بریم. و جالب اینجاست که در موضوع سند 20 هم میبینیم که جامعه جهانی بازم میاد و برای خودش قول و وعده میده که آنچه که در سال به اصطلاح 1948 بهتون وعده دادیم حالا میخوایم بریم دنبالش، میخوایم فقر رو کاهش بدیم، میخوایم به اصطلاح به محیط زیست و وضعیت حقوق بشر رسیدگی کنیم. پس جامعه جهانی درک میکنه واقعیت آنچنان که باید باشد نیست، ولی واگذاری این موضوعات هم به دولت‌ها باعث میشه که ما عاملیت انسان‌ها رو فراموش کنیم و میبینیم که گرتا چقدر زیبا همه این موضوعات رو در زمینه به اصطلاح نه تنها محیط زیست بلکه در زمینه کشتار غزه عملاً پرچمدارش شد تا باهاش مخالفت کنه. در مورد من وارد بحث استالین و هیتلر نمیشم. خب اون شرایطیه که به اوج وضعیتی که رسیده که ما قطب نمای سیاسی رو هم که نگاه کنیم، چپ و راست که دو طرف به اصطلاح محور افقیش هست، به اصطلاح دو قسمت دیگه این بردار داره: اقتدارگرایی در برابر آزادی خواهی. خیلی ها با این موافقند که به اصطلاح دشمن من دوست من است و من معتقد نیستم که دشمن من لزوما دوست من است. باید ثابت بشه که همکاری با این دشمن واقعا سبب بهبود اوضاع میشه. مثالی که بهتر میشه زد و اتفاقا تطابق شرایط زمانه، به نظر من موضوع جنگیه که
آمریکا و اسرائیل با ایران شروع کردن و ایران هم همون گونه که در جنگ ایران و عراق دیدیم همیشه به دنبال بحران بوده، همیشه جنگ رو به اصطلاح نعمت و برکت دیده، میخواسته از کربلا به سمت قدس برود. این حکومت همیشه ارزشی برای جان انسان ها قائل نبوده. حتی در جنگ ایران و عراق دیدیم که خودشون اقرار کردن، آقای فرماندهان سپاه، که در جنگ کربلای 4 و 5 با وجود اینکه میدانستند اون به اصطلاح عملیات لو رفته، به عملیات دست زدن برای اینکه به قول خودشان انحراف فکری ایجاد کنند، هزاران نفر رو به کشتن دادن. جمهوری اسلامی برای جان انسانها در ایران ارزشی قائل نیست. نمونه دیگرش همین مثال که زدم، عرابه مرد میسازد، به سمت پرواز مسافربری موشک میزنه. این حکومت سپاهش آنچنان وضعیتش مشخصه که جهان داره به تدریج به عنوان سپاه تروریستی پاسداران به رسمیت میشناسه. یک ارگانی که وقتی که ما صحبت از این میکنیم که خوشبختانه نظامیان ما به اصطلاح از مملکت ما دفاع کردن، فراموش میکنیم که همین نظامیان هستند که بر اقتصاد و سیاست و غیره چنگ انداختن و وضعیت رو چنان نظامگری کردن، چنان وضعیتی به وجود آوردن که مردم دارن با فلاکت و بدبختی زندگی میکنن، در حالی که مافیای قدرت در ایران، من یادآوری کنم گزارش فوربس نشون میده در سال 2023 دو کشور بیشترین میلیون دلار ثروتمند رو داشتن، رشد ثروت در اون سطح. یکیش فرانسه بود، یکی دیگهش ایران. درست در زمانی که ما صحبت از تحریم‌های اقتصادی می‌کنیم، درست در همین زمان عربستان افول تعداد ثروتمندان داشته. چرا؟ چجوریه چنین چیزی داره پیش میاد؟ این اقتصاد مافیایی چجوری داره مردم رو زیر پای خودش له میکنه؟ بنابراین من اصلا موافق نیستم که در این شرایط جز موضوع نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی موضع دیگری داشته باشیم. مرسی تا اینجا. ببینید، من همینجا به دو نکته که شما اشاره کردید بحث رو ادامه میدم تا برسیم به اوضاع مشخص داخل ایران. یکیش در تضاد واقعیت موجود و آمال و آرزو و ایده های ما، همین مثالی است که شما زدید. همه ما برای آنچه که گفتید من دیگه تکرار نمی کنم که جمهوری اسلامی تا چه حد تبهکاره، تا چه حد منابع کشور رو نابود کرده و تا چه حد به مافیای ثروت و قدرت امکان داده که تمام ثروت کشور رو الان در دست یه تعداد معدودی افراد جمع بشه و همه هر کار دلشون میخواد میکنن. به همین دلیل ما معتقدیم که باید گذار کنیم از جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی رو باید برداریم یه رژیم. ولی در همین جا من میخوام این در واقع ابهام رو بیشتر در موردش کنکاش کنیم با همه. در همین جا تجاوز اسرائیل و امریکا به ایران صورت میگیره، به اینکه آقا زمین سازیش رو ایران کرده، ایران نمیدونم کارهای منطقه‌ای کرده، این حرفا این درست. ولی خب شما میدونید که در حرفهایی که اسرائیل و امریکا دارن میزنن برای ایران هیچ کدومش از نظر حقوقی قابل توجیه نیست، فقط صحبت قدرتمندانه. به امریکا یا به اسرائیل مربوط نیست که چه کشوری میخواد چه موشکی بسازه. به شما چه ربطی داره؟ شما هم دارین میسازید دیگه. شما بمب هسته‌ای داری، 200 تا بمب هسته‌ای داری اسرائیل، تو نمیتونی به این دیگری بمب هسته‌ای نسازه. این نظر حقوقی ها.
از نظر واقعی که بخوایم ببینیم، میگه آقا ما در این دنیای ظالمانه داریم زندگی میکنیم که شورای امنیت سازمان ملل هنوز حق وتو داره و یه قدرت بزرگ میتونه همه چیزها رو به نفع خودش برگردونه. بعد خودمون رو تطبیق بدیم با این دنیا، دنبال منافع خودمون بگردیم. ما رسول اینی که بیایم دنیا رو اصلاح کنیم نیستیم، قدرتش هم نداریم. اینا به جای خود میخوام بگم در واقع در غلط بودن سیاست های ایران هیچ تردیدی نیست که خودش رو نتونسته تطبیق بده با همین چیزی که در دنیا هست. ولی الان اسرائیل و امریکا به ایران تجاوز کردن، در اینکه تردیدی نیست، همه دنیا اینو قبول کرد. خب نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی هم کاملا درسته، ما نه جنگ میخوایم نه جمهوری. ولی آیا اگر همین رژیم حاکم، همین رژیم تبهکار حاکم در مقابل این تجاوز نمی ایستاد، الان سرباز اسرائیلی در تهران پاسگاه ایست و بازرسی گذاشته بود؟ یعنی اگر نمی ایستاد خیلی قشنگ ایست و بازرسی ها دست سرباز اسرائیلی و امریکایی بود تو ایران. اینجا این تضاد رو چطوری باید حل کرد؟ ضمن اینکه ما میدونیم نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ، ولی این واقعیت هم رخ داده. الان چه موضعی باید گرفت؟ آیا ما باید از این دفاعی که صورت گرفته پشتیبانی کنیم، ضمن اینی که همونطور که شما فرمودید تبهکاری این رژیم رو مورد نظر قرار بدیم، یا اینکه نه نگاه کنیم تا اینکه کشور ما اشغال بشه؟ به این سوال جواب بدید. من برمیگردم با وقت باقی مانده رو مسائل مشخص ایران و ناسیونالیسمی که الان درگیرش هستیم. ببخشید چقدر وقت داریم؟ چون اصل مطلب رو هنوز بحث نکردیم. ما 20 دقیقه دیگه وقت داریم. شما اگر در 5 دقیقه به این سوال پاسخ بدید. بسیار عرضم به حضورتون که پاسخ شما رو با انقلاب 1917 روسیه میدم که وقتی که جنگ جهانی اول اتفاق افتاده بود، شعار به اصطلاح این بود که اسلحه ها رو به سمت حاکمان برگردونیم و دیدیم که در نهایتش هم بولشویک ها حکومت چیز رو سرنگون میکنن و قدرت رو به دست میگیرن. بنابراین امکان اینکه در شرایط جنگی هم بتوان شعار نه به جمهوری اسلامی و نه به جنگ داد، با این روال میتوانست در صورتی که احزاب و گروه ها و سازمان های شکل یافته در ایران وجود می داشتن این اتفاق بیفته. ولی همونجور که شما از واقعیت حرف میزنید، اجازه بدیم ما از واقعیت حرف بزنیم. الان اسرائیل به اصطلاح ایستگاه‌های بازرسی ایجاد نکرده، ولی با همین شرایط جنگی ایستگاه‌های بازرسی سپاه پاسداران را انداخته که بسیاری رو کشته تو همین قضیه به اصطلاح حفاظت از امنیت. و میبینیم چنان جو امنیتی کرده که به بهانه‌های مختلف داره اعدام میکنه. و تو این شرایط به نظر من این که آیا حفظ بشه این خاک یا نشه، ما باید موضوع رو از دیدگاه دیگری هم ببینیم. ما میتوانیم از مردم بخوایم تو جنگ فرض کنید یک متجاوز مثل اسرائیل و آمریکا و جنگ طرف دیگرش سپاه خود را حفاظت کنند و وارد این جنگ نشن، وارد این وضعیت نشن. ما این جنگ عملا از لحاظ به اصطلاح اون نتایج و دستاوردهایی که داشته به سود جمهوری اسلامی متاسفانه تموم شده. هم جو رو امنیتی وحشتناک کرده و از طرف دیگه خودش رو به عنوان یک قدرت نظامی در منطقه مطرح کرده که دیگه پایین کشیدنش به این آسونی ها واقعا آسون نخواهد بود. کشورهای منطقه دارن دست و پا میزنن به آمریکا که لطفاً بیا و جنگ نکن. اما آیا این به نفع مردم ایرانه؟ آیا بذارید یه مثال دیگه بذارم تو جنگ ایران و عراق. اتفاقاً فهیمه خضر حیدری در مصاحبه‌ای که با یکی از نمایندگان مجاهدین داشتی مطرح شده بود. فکر کنم در سال 61 که خرمشهر 3 خرداد آزاد میشه و به دنبال اون پیشنهادهای صلح بسیار گسترده مطرح میشه که
دو کشور به مرزهای خودشون برگردن و این جنگ رو خاتمه بدن. اصرار خمینی بر جنگ تا پیروزی 7 سال دیگه ادامه پیدا کرد و بسیاری رو از دو طرف به کشتن داد. در این شرایط آیا باید در کنار خمینی ایستاد و با به اصطلاح عراق جنگید؟ خود ایران تبدیل شده بود به یک حکومت متجاوز که رفته بود تا فاو و جزیره فاو رو گرفته بود و بنابراین موضوع به اصطلاح سیاه و سفید نیست. موضوع باید دید که واقعا تو این جنگ وضعیت، اگر مردم هم برن یعنی تبلیغ کنیم که مردم این نیروهای نظامی دارن برای مردم می جنگن، اشتباه 100% کردیم، راه غلط به مردم نشون دادیم. ما باید به مردم بگیم که این سپاهی که الان این همه موشک سازی کرد، این همه به دنبال نیروی اتمی بود، الان مملکت رو به کجا رسونده و از طرف دیگه این همان سپاهیه که قبل از جنگ کشتار وسیعی در ایران راه انداخته. بنابراین نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی و تو این موضوع هست. مرسی. ببینید جناب چالشگر، مطالبی رو شما بیان کردید که احتیاج به گفتگوهای آینده داره که امیدوارم بتونیم در آینده گفتگو. یکی از جمله همین جنگ ایران عراق که گفتید و موضوع مجاهدین. صحیح، مجاهدین هنوز هم بر این باورن که چون جنگ به اصطلاح ادامه پیدا کرد خب جنگ ادامه پیدا کرد، شما میتونید به عنوان یک نیروی سیاسی در داخل کشور این موضع رو بگیری که با جنگ مخالفی، چون جنگ رو دیگه تمام شده، شما بیخودی داری ادامه میدی، ولی رفتی کنار صدام حسین قرار گرفتی، یعنی کسایی که به هر حال به ایران تهاجم کرد. اینجا این تضادها خودشون نشون میده. یا مثلا در مورد مثالی که شما در مورد شوروی زدید، من گذرا بگم و برم این بحث رو بذاریم واسه جلسات آینده. ببینید روسیه وقتی که در جنگ جهانی اول در واقع انقلاب اکتبر پشتش رخ داد، دو تا مسئله بود که یکیشو شما به خوبی اشاره کردید. احزاب قدرتمندی وجود داشتند. حزب سوسیال دموکرات روس حزب بسیار قدرتمندی بود که تمام عنان اختیار روسیه رو، فضای سیاسی ایران رو، اکثریتش رو اشغال کرده بود. به همین دلیل هم از درون همون حزب سوسیال دموکرات روس و دوستانشون دو تا انقلاب بورژوازی رخ داد و بعدم انقلاب اکتبر. پس یه همچین چیزی خودش یه عامل موثری که شما اشاره کردید. یه عامل دیگه این بود که روسیه مورد تهاجم قرار نگرفته بود. روسیه خودش متجاوز بود، یعنی خودش در جنگی بود که به کشورهای دیگه حمله داشت میکرد. خود خاک روسیه مورد تجاوز قرار نگرفته بود که اونها در واقع با جنگ میخواد. بنابراین این ظرافی که ما رو گیج میکنه که در شرایط مشخص که نمونهش همین جنگ امروز ما با اسرائیل و آمریکاست، در این شرایط مشخص ما چه موضعی بگیریم؟ آیا بگیم این دفاع بر حق باید در مقابل جایز بایستی ضمن اینکه تو تبهکاری و باید کنار بری، یا اینکه نه مثل کسانی که موضع گرفتن نه آقا بزنن خارجی بیاد بزنه زیرساخت‌ها رو نابود کنه، همه رو ببره به هوایی که جمهوری اسلامی بره. اینها مسائلی است که ما امیدواریم در بحث‌های آینده برای روشنسازی پیچیدگی مسائل در شرایط مشخص نسبت به آرمان‌های خودمون که از جمله انسانگرایی است، چطور بتونیم این معادله رو حل کنیم. برگردیم به اوضاع ایران. ببینید در موضوعی که ما داریم، انسانگرایی و ناسیونالیسم، امروز در ایران شما شاهد هستید در فضای سیاسی ایران دو تا ناسیونالیسم داره شکل میگیره. یکی راست افراطی که سمبل ساواک و پیراهن سیاهای موسولینی و پیراهن قهوه‌ای های نازیسم رو تن میکنن و مدعی هم هستن که ما از میهن این حرفی بود که بازجوهای ساواک هم همیشه میزدن تو بازجویی، زیر بازجویی که ما بودیم میهن، ما ضد میهنیم، تو میهن، ما میهن داریم کار میکنیم، من با جدایی بحرین مخالفم، تو چی میگی؟ پس میهن. با این راست داره اوج کنه. یکی ناسیونالیسم ملیگراست
که با استبداد مخالفه، با دیکتاتوری مخالفه، با شاه، با رژیم استبدادی شاه مخالف بود، با جمهوری اسلامی هم مخالفه، ولی به شدت مرکزگراست و نمیخواد قبول بکنه که جامعه ما متکثر، اتنیک ها موجودن و باید یه نوعی از یه طرف دیگه ما در همین فضا که از حقوق اتنیک ها دفاع میکنیم شاهد این هستیم که اتنیک ها خودشون دارن تبدیل به یک ناسیونالیسم افراطی میشن، یعنی آمدن مطالبات برحق اتنیکی رو با فدرالیسم به غلط قاطی کردن و یه فضایی به وجود اومده که ما در خطر ناسیونالیسم افراطی قومی هستیم. یعنی تکرار همون حوادثی که فرضاً نمونه بارزش بین کرد و ترک از دوران فرقه دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کردستان در اون دوره رخ داد، جنگ کردن با هم دیگه، در بعد از انقلاب اسلامی در نقده رخ داد، اخیراً هم این کشمکش ها هست. یه نمونهش اینه. حالا الان ملیت های دیگه هم وارد شدن، بلوچ ها هستن، عرب ها هستن، اینها، و این فضا رو داره میبره به سمتی که ناسیونالیسم تهدید امنیت و تهدید همون رسیدن به آرمانهای ما میده. شما اینو چطوری الان در فضای مشخص ایران میبینی؟ ممنونم که اتفاقا مثالهایی که زدید داره نشون میده که ناسیونالیسم چقدر واپسگرا شده. یعنی بازم میگم قرن بیستم شاید یک جریان مترقی بود که داشت علیه استعمار مبارزه میکرد، وعده میداد که اگر ما مستقل بشیم حکومت رو به دست بگیریم چه ها که نمیشود، و دیدیم که مثلا آفریقا و کشورهای دیگه‌ای که مستقل شدن در قرن بیستم تفاوتی در وضعیت عملا به وجود نیومد. مردم با دیکتاتوری از جنس خودی مواجه شدن، یعنی الان حاکمان دیگر سفید نبودن، سیاه شدن. توی یا مثالی که شما میزنین کاملا درسته. ما تنها جنبشی که خیلی قوی جلو از لحاظ گفتمانی به نظر من جنبش زن زندگی آزادی بود. یک جنبش کاملا انسانگرا علیه تبعیض داشت. مردم توی خیابونای تهران توی آذر ماه سال 1401 فکر کنم یکی ستارخان بود، یکی شهرک زیبا بود و یه جای دیگه که مردم شعار میدادن تهران بشه کردستان، ایران میشه گلستان. یعنی انقدر پیوند عمیق عاطفی میان به اصطلاح مرکز و کردستان به وجود اومده بود. اما میبینیم که چی کار کردن. همین ناسیونالیسمی که یه دفعه نگران تعداد پرچم‌ها در به اصطلاح گرد همایی بزرگ برلین شد و یا موارد این چنینی برچسب زدن به نیروهای مخالف شروع شد. دیدیم که اون منشور جورجتاون تا حدود زیادی مترقی بود، صحبت از حقوق بشر، پیمانهای الحاقی و غیره میکرد، ولی اساس اون به اصطلاح جورجتاون بر اساس یک تفاهم عملی و فکری به وجود نیامده بود. اومده بودن دوره هم 5 تا بند اول گذاشته بودن که اصل مطلب کنار هم نشستنشون اون حقوق بشر نبود، میخواستن برن مذاکره کنن و خودشون رو به عنوان نمایندگان ملت ایران جا بزنن، که دیدیم چه شد. و از طرف دیگه کاملا شما حق دارید، حتی کار به جایی رسید که بعضی از گروه های افراطی یا گاه میشه حتی گفت سایبری صحبت از این کردن جنبش زن زندگی آزادی مال کورت هاست، ما به اصطلاح کورت ها اینو آوردیم و میدونید در حالی که این جنبش مرزهای ایران رو هم در نبر دیده بود. در به اصطلاح ترکیه و افغانستان و هندوستان زنان از این جنبش استقبال کرده بودند و این ناسیونالیسم تنگ نظر متاسفانه
این فرصت رهایی رو که جنبش زن زندگی آزادی در سراسر ایران به وجود آورده بود که حرمت و حقوق انسان ها یعنی مورد قبول بود که برابره، با این برچسب زدن های متقابل که سلطنت طلبان و حتی بخشی از جمهوری خواهان به گروه های اتنیکی زدن که شما تجزیه طلبین یا باید ماده اولمون تمامیت ارضی باشه یا یک پارچگی سرزمینی، کار رو به جایی رسون که میبینیم که کجا هستیم. گروه های اتنیکی هم مدعی ناسیونالیسمی هستن که قرار رهایی بده، ولی بر سر مرزهای جغرافیایی همین اخیراً 3 حزب آذربایجانی وقتی که بیانیه میدن، اخطاری میدن به کردها که به اصطلاح تمامیت ارضی آذربایجان خط قرمز ماست. یه مقدار دقت کنیم، تمامی اینها ایران رو داره به سمت یک اوضاع بسیار بحرانی قرار میبره که اگر در مقابل ناسیونالیسم نیستیم، این گفتمان اقتدارگرا، این گفتمانی که عملا مردم رو به چند گروه تقسیم میکنه که ملت من و دیگری، چه اتنیک باشد چه اون تلاش برای یک ملت سازی ایران، این شکست ادامه داره. ما باید برگردیم به گفتمان انسانگرای جنبش زن زندگی آزادی و برای یک چنین چیزی، برای یک چنین ائتلافی هم فقط یک موضوع کافی و لازم و کافیه، همه چیز دیگه بی‌معنیه، و اون هم باور به این که حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی باید در حقوق از نظر حقوقی و ساختاری در ایران فردا به عنوان قوانین بالادست در نظر گرفته بشه. وقتی اینو بپذیریم همه چیز حل میشه. چرا؟ چون اون کسی هم که خواهان استقلال در چنین شرایطیه، وقتی که مردمش ببینن که حقوق برابر رو در یک سیستم فدرالی یا یک سیستم نامتمرکز میتونن کسب کنن، مثل همین کانادا که 3 بار ایالت کبک رفته برای رفراندوم استقلال و به جایی نرسیده چون یک حکومت مترقی سر کاره. خیلی ممنون. خب ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم که من به این مسئله میپردازم، چون بعدا این مسئله رو ما حلاجی خواهیم کرد، چون الان یکی از معضلات بزرگ در تجمیع جمهوری خواهان که الان 6 تا کنگره تشکیل شده، 5 تا حداقل کنگره معروف تشکیل شده که داره میاد، قرار بود یک کنگره تشکیل شده، شده 5 تا کنگره و یک شکاف بزرگ درش همین مسائل ملی و قومی و اون چیزی است که شما اشاره فرمودید و من هم در واقع روش معتقدم. منتها یک مسئله رو، یه تضاد دیگر در اینجا موجود جناب چالشگر، و اون تضاد خواسته های بر حق اتنیک مردمان و احزاب اتنیکی است. میدونید الان احزاب اتنیکی خودشون رو مدعی در واقع نمایندگی مردم رو که نیستن، که اصلا معلوم نیست همچین چیزی باشه. به عنوان مثال کردها که من خیلی ارادت دارم خدمتشون و همیشه باشون موافقم، در حقوقشون رعایت میکنم، ولی در این رعایت حقوق این افراطگرایی را میگن. شما میای یه نقشه میکشی از ماکو تا بوشهر رو میگی کردستانه، در حالی که ما میدونیم کرمانشاه، استان کرمانشاه اصلا هیچ وقت با کردایاتی موافق نبوده و نیست. در ایلام مقدار کمی روشنفکران تمایل دارن، ولی اونا اصلا بیشتر مرکزگران. میدونید خب اینها موجب میشه که ترک ها بیان برای خودشون یه مرزهایی بکشن، به قول شما خط مرزی تعیین کنن. این خط از اونور عرب ها درست در خوزستان خب یه جمعیتی هستن که باید حقوقشون رعایت بشه در مجموعه ایران، ولی میاد نقشه خودشون میکشن به تمام سواحل خلیج فارس و خب اینا تضادهایی است که اگر ما درست حل نکنیم در این برآمدی که داریم میکنیم به سمت آزادی
و رهایی از استبداد جمهوری اسلامی، اون وقت دچار معضلاتی میشیم که همین مردم میگن آقا یه دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی بیاد از شر این دعواها خلاص بکنه. همونطور که در مورد رضاخان گفتند، همینطور که در 57 کاریزمای خمینی حاکم شد و نظایر این. امیدوارم ما بتونیم جناب چالشگر این بحث رو با شما به طور مشخص ادامه بدیم، چون مسئله مبتلا به امروز جامعه ماست و ما که داریم در اتحاد جمهوری خواهان میکوشیم در واقع باید به این مسائل بیشتر بپردازیم. متشکرم از حضور شما در برنامه و به امید اینکه دعوت من رو بپذیرید در برنامه‌های بعد به طور مشخص‌تری به این مسائل بپردازیم. ممنونم از وقتی که گذاشتید.